درود به تک تک شما عزیزانی که مشغول تماشای این ویدیو هستین. امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. با یک ویدیوی دیگه و یک درس دیگه از کانال فرانسه با محدثه در خدمت شما هستم. درسی که امروز میخوایم یادش بگیریم مبحث خیلی گسترده و کاربردی هست که فقط به همین یک ویدیو محدود نمیشه. ولی ما توی این ویدیو قراره که تا جایی که کارمون رو توی این مرحله راه میندازه یادش بگیریم و بعداً توی مراحل بعدی باز هم سراغ زیر شاخه های بعدیش بریم. میخوایم راجع به مبحث افعال مجهول صحبت کنیم و یاد بگیریم که چطور افعال رو میتونیم به حالت مجهول ببریم و اینکه اصلا فعل مجهول چی هست. اگه دوست دارین این مبحث رو یاد بگیرید و یا اینکه فکر میکنیم به دردتون میخوره، تا پایان این ویدیو با من همراه باشین. قبل از اینکه درس امروزمون رو شروع کنیم لازمه که یک گریزی بزنیم به یکی از ویدیوهای قدیمیمون، درس صرف افعال به زمان پس کمپوزه یا ماضی ترکیبی. توی اون درس ما یاد گرفتیم که هر فعلی یک اسم مفعولی داره که بهش میگیم پختیسیپ پسه، پختیسیپ پسه، و یاد گرفتیم که چطور برای گروه‌های مختلف فعلی این اسم مفعولی یا پختیسیپ پسه رو بسازیم. مثلا گفتیم که برای افعال گروه اول که به حروف اغ ختم میشن باید فعل رو از حالت مصدری خارج کنیم، یعنی حروف اغ رو از انتهای فعل حذف کنیم و به جای اون حرف اکسانت ایگو رو به انتهای فعل اضافه کنیم. مثلا میتونیم فعل امه رو مثال بزنیم به معنای دوست داشتن. حروف اغ رو از انتهای فعل حذف میکنیم و از حالت مصدری خارجش میکنیم. بعد حرف اکسانت ایگو رو بهش اضافه میکنیم. این حالت، این شکل میشه اسم مفعولی یا پختیسیپ پسه فعل امه. برای افعال گروه دوم که به حروف اغ ختم میشن باز هم همین کار رو تکرار میکنیم. اول فعل رو از حالت مصدری خارج میکنیم و بعد حرف ای رو به انتهای فعل اضافه میکنیم. این شکل نهایی میشه اسم مفعولی یا پختیسیپ پسه فعل ما. و در نهایت همونطوری که میدونیم افعال گروه سوم افعال بیقاعده هستند. برای همین هم ما قاعده خاصی برای اسم مفعولی یا پختیسیپ پسه یا صرف کردن اونها نداریم. مثلا پختیسیپ پسه فعل ونیر میشه ونی، پختیسیپ پسه فعل پراندر میشه پری و پختیسیپ پسه فعل فر میشه فر. خب حالا با این پیش زمینه میریم سراغ درس امروزمون. گفتیم که میخوایم افعال مجهول رو یاد بگیریم و اینکه یاد بگیریم چطور میشه یک فعل رو از حالت معلوم به حالت مجهول تبدیل کرد. بیاین اول توی فارسی باهاش آشنا بشیم. مثلا من میگم که من یک سیب خوردم. این جمله و فعلش حالت معلوم دارن. یعنی چی؟ یعنی فاعل جمله مشخصه و جمله مفعول داره. من فاعل جمله هستم، سیب را خوردم، سیب هم مفعول جملمونه. اگه این جمله رو بخوایم به حالت مجهول ببریم باید چیکار کنیم؟ فاعل جمله دیگه حذف میشه و مفعول جمله معلوم تبدیل میشه به فاعل جمله مجهول. یعنی چی؟ یعنی میگیم یک سیب خورده شد. مفعول جملمون اومد جای فاعل قرار گرفت، فاعل حذف شد، ما اصلا نمیدونیم سیب توسط کی خورده شده، اون سیبو کی خورده، و فعلمون تغییر شکل داده، تغییر حالت داده. حالا بریم ببینیم توی زبان فرانسه باید چی کارش کنیم. این جمله رو نگاه کنین. میگم Marion mange une pomme. Marion mange une pomme. Marion میخورد یک سیب. این جمله معلوممونه، فاعلمون مشخصه ماریون هست و مفعول هم داریم، این پم یا همون سیب. حالا میخوایم مجهولش کنیم. مثل زبان فارسی مفعول رو میاریم مینشونیم جای فاعل و فاعلمون رو از جمله حذف میکنیم. پس فاعل جمله ما میشه این پم. این پم یک سیب.
حالا میخوایم بگیم یک سیب خورده شده. باید چی کارش کنیم؟ باید از فرمول اتر به اضافه پختیسیپ پسه استفاده کنیم. یعنی فعل اتر رو باید صرف کنیم و اسم مفعولی فعل معلوممون رو بیاریم. الان اینجا باید چی کارش کنیم؟ میخوایم بگیم سیب خورده شده دیگه. سیب به حالت سوم شخص مفرده. پس ما باید بیایم فعل اتر رو که قبلا با صرفش آشنا شدیم به حالت سوم شخص مفرد صرفش کنیم که میشه ا. حالا میخوایم پختیسیپ پسه فعل مانژه رو بعدش بیاریم. چرا فعل مانژه؟ چون فعل مانژه یا فعل خوردن فعل معلوم جمله اصلی مونه. نگاش میکنیم میبینیم آخر فعل حروف ار داریم، یعنی جزو افعال گروه دسته اوله. پس کار سختی نداریم. حروف ار رو از انتهای فعل حذف میکنیم. حرف اکسانت ایگو رو به انتهای فعل اضافه میکنیم. این میشه پختیسیپ پسه فعل ما. پس در نهایت جمله مجهول ما شد une pomme et mange. فقط یه کاری اینجا داریم. اینجا باید تطبیق رو رعایت کنیم. یعنی چی؟ ما داریم میبینیم که برای پوم از ضمیر این استفاده شده. پس پوم یک کلمه مفرد مؤنث هست. پس فعلمون رو باید برای مؤنث بودن فاعلمون تطابق بدیم. پس یه دونه حرف ا دیگه به انتهای فعلمون اضافه میکنیم. یه حرف ا ساده، هیچ اکسانی روش قرار نمیگیره. جمله نهایی ما اینه هست که میبینین une pomme et mange. گفتیم توی جمله مجهول فاعل جمله معلوم حذف میشه. اصلا دیگه به درد ما نمیخوره، چون که داریم جمله رو مجهولش میکنیم برای اینکه اصلا فاعل مشخص نباشه. ولی میتونیم به صورت دلخواه داخل پرانتز فاعل جمله معلوم رو هم با پغ بیاریم. یعنی چی؟ یعنی این جمله رو میتونیم ادامهش بدیم. بگیم une pomme est mangée par Marion. یک سیب خورده شده توسط ماریون. باز هم میگم که این کار کاملا به صورت دلخواه هست و اگر این کار رو انجام ندیم هم جمله ما درست و اصولیه. ولی حواسمون باشه اگر میخوایم اضافهش کنیم به جملمون حتما باید پغ رو بینشون بیاریم. یه جمله معلوم دیگر رو با هم به حالت مجهول تبدیل کنیم. میگیم les enfants ramassent les fruits. Les enfants ramassent les fruits. Les enfants یعنی بچه ها. ramasse از فعل رمسه میاد به معنی جمع آوری کردن. بچه ها جمع آوری میکنن چیا رو؟ les fruits، میوه ها رو. بچه ها میوه ها رو جمع آوری میکنن. حالا میخوایم جمله‌مون رو ببریم به حالت مجهول. مفعول جمله معلوم ما چیه؟ میوه ها. پس لفروی میاد اول جمله میشینه جای فاعل. حالا میخوایم فعلمون رو به حالت مجهول تبدیل کنیم. گفتیم باید از فرمول اتر به اضافه پختیسیپ پسه استفاده کنیم. اول میخوایم فعل اتر رو متناسب با فاعلمون صرفش کنیم. فاعلمون چیه؟ میوه ها. لفروی سوم شخص جمعه. پس باید بگیم سون. فعلمون هم که باز جزو افعال گروه دسته اول هست که به حروف ار ختم میشن. پس ما باز هم حروف ار رو از انتهای فعل حذف میکنیم. اکسانت ایگو رو بهش اضافه میکنیم. در نهایت پختیسیپ پسه ما به این شکل در میاد. فقط حواسمون باشه که باید تطبیقش بدیم. لفروی به حالت جمع هست. جمع مذکر. پس رمسته باید یه دونه اس جمع بگیره. جمله نهایی ما میشه les fruits sont ramassés. میوه ها جمع آوری شدند. و قسمت دلخواهی که میتونیم بیاریم و میتونیم نیاریم چی هست؟ par les enfants. par les enfants. les fruits sont ramassés par les enfants. میوه ها جمع آوری شدند توسط بچه ها.
همونجوری که ابتدای ویدیو هم گفتم، مبحث افعال مجهول مبحث بسیار گسترده‌ای هست که برای زمانهای مختلف فعلی قواعد مخصوص به خودش رو داره. توی ویدیوهای بعدی حتما به ادامه این مبحث میپردازیم. درس بعدیمون یه مبحث جذاب و کاربردی دیگه در زبان فرانسه است که برای یاد گرفتنش به این افعال مجهول نیاز داریم. پس یادش بگیرین و تمرینش کنین تا مبحث بعدی رو با همدیگه شروع کنیم. فایل PDF محتوای امروز طبق معمول داخل کانال تلگرام برای شما عزیزان آپلود شده. میتونین از لینکی که توی دیسکریپشن تک تک ویدیوهامون هست عضو کانال تلگرام بشین و از تمامی فایل ها از ویدیوی اول تا اینجا استفاده کنید. این ویدیو هم ویدیوی پیشنهادی امروز من به شماست که پیشنهاد میکنم اگر هنوز تماشا نکردید بزنین روی ویدیو تماشا کنین، از نکاتش استفاده کنین و نظرات، سوالات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو در قسمت کامنت ها برام بنویسین. ممنون که تا پایان این ویدیو همراه من بودین. مراقب خودتون باشین. اوقات خوشی داشته باشین.